صحابه رضی الله عنهم محبتشان به الله و رسول چه رقم اثبات کردن؟ در قول یا در عمل؟ در قولم در عملم اثبات کردن. جانشان میدادن، با رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشان سپر میکردن، جانشان خلخال میکردن، سپر میکردن. روز احد وقتی که همه دشمن به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم تیر اندازی میکرد، هدفشان کشتن سید المرسلین بود. ابو دجانة الانصاری جانش خلخال کرد، سپر کرد. همه مرمی هایی که به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیر میشد به جان ابو دجانة الانصاری رسید، جانش قربان کرد. آن مشرک آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر زد، طلحه ابن عبیدالله دستش قربان کرد، دستش قطع شد، جانشان قربان کردن. اثبات کردن که آنها از جانشان رسول الله صلی الله علیه و زیاد دوست دارند. ها آنها همه چیزشان قربان کردن. غسیل الملائکه حنظله رضی الله عنه تا روز قیامت ملقب شد غسیل الملائکه. چه رقم غسیل الملائکه شد؟ آیا میدانید؟ حنظله رضی الله عنه روز عروسیش بود، شب اول بود توی کرده بود، فقط یک شب با امرای زنش تیر کرده بود، غسل برایش واجب شده بود. وقتی که حی علی الجهاد ندایش آمد لبیک گفت، غسل نکرد. برایش غسل واجب بود، لیکن ندای جهاد از غسل برای او فرض بود. غسل اعلا کرد، با میدان جنگ حرکت کرد، در میدان جنگ شهید شد، در میدان جنگ شهید شد. با رسول الله صلی الله علیه و بعد جنگ جبریل علیه السلام آمد گفت که حنظله در فلان جا است. رسیدن به جایی که به اونها گفته شده بود، دیدن که همه جای حنظله تر است. گفتن چی شد؟ ملائکه غسل دادن. چرا؟ برایش غسل واجب بود. از خاندانشان، از خاندان حنظله معلومات گرفتن که چی بود؟ گفت همین شب اول ما بود، همین شب ازدواج کرده بودیم. وقتی که منادی ندا میکرد که حی علی الجهاد، حنظله گفت که باید که من اجابت بکنم. غسل هم نکرد، به سوی ندا رفت، به سوی جهاد رفت. در میدان جهاد ملائکه او را غسل دادن و تا روز قیامت غسیل الملائکه است. شب اول بود، شب اول عروسی بود. این ایمان صحابه بود. برای همین الله برایشان مقامی رضی الله عنهم را داد. الله از اونا راضی شد. مقام اونا رضی الله عنهم، الله از اونا راضی شد. جلیبیب رضی الله عنه در مابین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوالمسکین ملقب بود. او را ابوالمسکین میگفتند. او چیزی غیر از این عورتش که پوت میشد از همین تیکه دیگر چیز نداشت، لطه‌ای داشت، دیگر چیز نداشت. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم به جلیبیب گفت یا جلیبیب چرا زن نمیگیری، چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، به من کسی دختر نمیده. روز دوم گفت یا جلیبیب چرا زن نمیگیری؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، به من کسی زن نمیده. روز سوم گفتن یا جلیبیب زن نمیگیری؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، نه خانه دارم نه مال دارم، به من کسی دختر نمیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برو به خانه فلانی، به خانه انصاری فلانی برو، او دختر داره، دخترش به تو میده. جلیبیب آمد به صاحب خانه، دروازه را تق تق کرد. صاحب خانه برآمد، پدر دختر. سلام علیکم، مرحمت. به خانه داخل شدن. گفتن من رسول الله صلی الله علیه و روان کرد، من به خواستگاری دختر شما آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که دختر داره به من بده. پدرش گفت که همینجا باشه، من به همراه فامیل یک مشوره میکنم. به خانه داخل شد، به فامیلش به زنش گفت ابوالمسکین جلیبیب آمده است به خواستگاری دختر شما، چی میگی؟ زن گفت که این مردک نه خانه داره نه مال داره، دختر ما را به کجا میگیره؟ این یک مسکین باشه، نمیشه این یک مسکین است که چیزی نداره. این گپ را دختر شنید. گفت که پدر جان چی گپ است؟
گفت که جلیبیب آمده است به خواستگاری تو، به خواستگاری تو آمده است، او چیزی ندارد غیر همین لطه‌ای که عورت او را پوت بکند. دختر گفت که آیا شما پرسان کردین او را کی روان کرده است؟ گفت که او را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، او را رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری روان کرده است. دختر به پدر و مادر گفت آیا شما آن خواستگاری رسول الله صلی الله علیه و سلم پس بکنین؟ شما به نفری که آمد به او نگاه نکنین، او را کی روان کرده است به او نگاه کنین. من راضی هستم به جلیبیب، من راضی هستم به نکاح جلیبیب. این ایمان این دختر، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد او از همه دنیا عالی تر بود. خب پدر دختر برآمد گفت ما راضی شدیم، دخترم راضی است، برای مهر چی داریم؟ گفت به مهر چیزی ندارم غیر همین لطه، همین تیکه‌ای که دارم دیگر چی ندارم. گفت بریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مهر یگان چی بیاریم. رفت به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که امروز روز توی ماست، لیکن برای مهر چیزی نداریم. در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نداریم. گفت که برای پیش عثمان غنی، عثمان چیزی میده. پیش عثمان رفت، عثمان چیزی برای توی او داد، مهر داد. در بازار برای توی، برای عروسی تیاری میکرد. یک وقت در بازار مردم هر طرف، هر سوی هر طرف حرکت شروع کرد. گفت چی گپ شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به غزوه رفت، به جنگ رفت. جلیبیب عروسیش فراموش کرد. گفت که من در خانه باشم عروسی بکنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ؟ نه، امکان ندارد. آن پیسه که برای خریداری به شب عروسی گرفته بود، یک شمشیر گرفت، یک اسب گرفت، به اسب سوار شد، به میدان جنگ حرکت کرد. جنگ تمام شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این شب عروسی جلیبیب است، زود حرکت کنید. گفت یا رسول الله جلیبیب شهید شد، جلیبیب شهید شد. رسیدن، جلیبیب شهید بود، در مابین مشرکین 14 نفر کشته بود، خودش هم شهید بود. او را گرفتن به تابوت، او را برداشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوک پایشان میرفتن. گفت یا رسول الله چرا بر نوک پایتان میریم؟ گفت که به عروسی جلیبیب ملائکه اینقدر زیاد نازل شده است که جای پای ماندن نیست. این عروسی جلیبیب بود رضی الله عنه. الله از اونا راضی شد.